سلام به همگی، امیدوارم که حالتون عالی باشه هر کجا که هستین. خوش اومدین به استودیو نیکو اسکیل و قرار هستش که در این ویدیو امتحان نهایی رو با هم دیگه در بخش لیسنینگ جمع‌بندی بکنیم. توی بخش‌های قبلی من تمام نکات مربوط به گرامر، ریدینگ و رایتینگ رو گفتم. فیدبک‌های بسیار خوبی توی تمامی پلتفرم‌ها از شما گرفتم. در امروز قرار هستش که لیسنینگ رو با هم دیگه ببندیم و در تمامی موارد امتحان نهایی به تمامی نکاتش بپردازیم. خب همونطوری که الان دارین نگاه میکنید بچه‌ها، ما قرار هستش که امتحان نهایی زبان رو در خرداد ماه 1402 با هم دیگه حل بکنیم. خب چیزی که به هر حال خیلی توی امتحان نهایی در بخش لیسنینگ مشهود هستش اینه که نمونه سوالاتی که میاد 2 تاش 3 تاش از داخل کتابتون هست، ممکنه یکیش خارج از کتابتون باشه، ولی من نکاتی که بهتون میگم قابل تمرین برای همه انواع لیسنینگ هست. البته اینو در نظر بگیرید که خب به هر حال لیسنینگ یک سری نکاتی داره که شما نمیتونین توی یک ویدیو در واقع اونها رو برای تمامی لیسنینگ ها مثلا در سطح آیلتس و موارد دیگه جلو ببرید. قطعا باید روی جنرالتون کار بکنید، اما به هر حال من نکاتی رو میگم که شما رو از اون استرس امتحان نهایی در واقع بتونه رهایی بده و بتونید خیلی راحت اون بخشی که توی امتحان نهایی هست رو پاسخ بدید. اولین کاری که میکنید، من داخل قسمت ریدینگ بهتون گفتم که چطوری باید کیورد بگیرید، اما اگر که در جریان کیورد گرفتن نیستید، من دوباره این رو تکرار میکنم توی لیسنینگتون. ببینید شما باید وقتی که متن رو میخونین، مثلا فرض کنید من الان دارم سوال 1 رو حل میکنم، وقتی که دارم متن رو میخونم من باید یک سری کیورد از اون متن بردارم. کیورد چیه؟ اون سری از لغاتی هستش که خیلی چشمک زنه، خیلی واضحه، یا حالا نوشتار اون لغت یه جور عجیبیه، طولانی، حروف زیاد داره، یا به لحاظ معنایی، به لحاظ اینکه شما توی کتاب درسی 12متون زیاد دیدینش یا داخل متن زیاد دیده میشه، میتونه کیورد باشه. نکته اینجاست کیورد هایی که من انتخاب میکنم با کیوردی که شما انتخاب میکنید متفاوته. یعنی ممکنه من یک کلمه به نظرم کیورد بیاد، کلمه مهم باشه، کلیدی باشه، به نظر شما و یا حتی طراح اینطوری نباشه. پس من فقط کیورد برمی‌دارم. مثلا فرض کنید جمله 1 رو نگاه بکنین. من الان براتون یک هایلایت سبز این جمله رو میکنم. میگه Amin is working on a new project. من باید از این یک سری کیورد بردارم، کیوردهایی که به نظر من مهمه. خب اولا اسم اون شخصه، چون کیورد توی لیسنینگ آن کلمه هست که شما زیاد میشنویش. خب یعنی اون فایل شنیداری اون کلمات رو به صورت بولد خب چند بار تکرار میکنه، پس باید دنبال اونا بگردی. من ورکینگم به نظرم میتونه مهم باشه، پراجکتم انتخابش میکنم. میرم سراغ بعدی. health is more important than work for Amin. به نظر من health میتونه باشه، important میتونه باشه، work و دوباره اسم اون طرف، چون باید گوشم تیز باشه ببینم کیو داره خطاب میکنه فایل شنیداری من. توی قسمت بعدی در قسمت 3 میگه بهزاد thinks that money is on top of everything. خب دوباره توی این من انتخاب میکنم. به نظر من خب قطعا اسم مهم هستش، پس بهزاد رو انتخاب میکنم. به شما حتما توصیه میکنم اسم، سال، مکان، رنگ، مواردی که میتونه خیلی چشمک زن باشه و تغییر بده رو حتما به عنوان کیورد بردارین. مانی، آن تاپ و همین. به نظر من اینا میتونه مهم باشه. خب من فعلا پاک میکنم کیوردهایی که برداشتم، چون میخوام صفحه شلوغ نشه و با یک هایلایت اون مواردی که به نظرم توی جمله 1 هست رو انتخاب کنم و روی همون جمله یک سری نکات دیگه بهتون بگم. ببینید من تو جمله 1 مثلا امین رو انتخاب کردم، ورکینگ و پراجکت. چیزی که مهم هستش اینه که شما حتما باید به اینایی که میگم توجه کنید. اگر سوال شما راجع به true و false باشه، یعنی شما باید درستی یا غلطی یک جمله رو بررسی بکنی. درستی و غلطی یک جمله از چی میاد؟ از فعل میاد. نکته رو شنیدی؟ از فعل میاد. یعنی فعل شما باید نگاه بکنی ببینی مثبت یا منفیه. اینجا فعل من مثبته، پس از کجا میفهمی مثبته؟ not توی جمله نمیبینی، doesn't نمیبینی، didn't نمیبینی. یعنی چیزی که یا بهش not وصل شده باشه یا واضحا خود not توی جمله باشه رو من نمیبینم. خب من از اینجا میفهمم که این جمله مثبته. حالا باید حواسم رو جمع بکنم. توی فایل شنیداری اون چیزی که داره پخش میشه، من باید حواسم باشه که اون جمله رو مثبت بشنوم.
اگر مثبت بشنوم قطعاً باید true رو انتخاب بکنم، اگر منفی بشنوم باید false رو انتخاب کنم. یعنی ببین بخوام به بیان دیگه واضح بهت بگم، جمله‌ای که داره پخش میشه توی سالن از فایل شنیداری با جمله‌ای که داری میبینی باید از لحاظ معنایی و فعلی همخوانی داشته باشه، یا جفت نات داشته باشه یا جفت نات نداشته باشه. اوکی، خیلی خوب، این تا اینجا. حالا میخوام برم سراغ جمله بعدی چک کنم ببینم که مثبت یا منفیه. ببین دوباره توی این جمله is داری، is خب مثبته. توی جمله بعدی هم things داری، things هم مثبته. اگر قرار بود منفی باشه یک not باید میدیدی، یک never باید میدیدی. حالا که اینا رو نمیبینی پس جمله شما مثبته. اما بریم سراغ حل نمونه سوالاتی که با هم دیگه داریم و خب ما با هم دیگه توی بخش یک سری موارد رو گرفتیم به عنوان کیوردمون. حالا میخوایم بریم سراغ فایلی که پخش میشه ببینیم که اون فایل چقدر میتونه با اون کیوردهای ما همخوان باشه. نکته اینه اگر کیوردهایی که گرفتی رو داری توی یک جمله میشنوی گوشت برای اون جمله باید تیز باشه، یعنی ببینی کیوردهایی که داخل این صفحه برداشتی با کیوردهایی که داره اون فایل میگه چقدر همخوانی داره. حتما باید چک بکنی ببینی فعلت مثبت یا نیست و در ادامهش میتونی true و false رو انتخاب بکنی. خب با هم دیگه فایل شنیداری رو گوش میکنی، من اون قسمتی که اون آقا صحبت کردن رو میزنم جلو، فایل رو با هم دیگه یک بار گوش میکنیم و نسبت به کیوردا جلو میریم. خب بریم. How's everything, Amin? You seem to be busy these days, don't you? I'm okay, Behzad. I'm working on a new project. I'm really tired. But your health is really important, isn't it? I know, but what about work, money, responsibility? We need to consider them all, don't we? Yes, but health is on top of everything. خب دیدی چی شد؟ من داشتم گوش میکردم همزمان داشتم کیبورد میگرفتم. این نکته مهمه دیگه، یعنی من کیبوردامو یه بار گرفتم حالا دارم چک میکنم ببینم کیبورد من داره در میاد با اون فایل یا در نمیاد. ببین تو جمله یک چی گفت به نظر میاد بیزی هستی، نیازی نیست تو ترجمه بکنی، یعنی اگه بتونی ترجمه کنی که عالیه ولی نیاز نیست ترجمه بکنی. تو جمله گفت به نظر میاد تو بیزی هستی، گفت که آره دارم روی یک پروژه جدید کار میکنم. خب ببین میگه Amin is working on a new project، پس این قطعی درست. من نه نات شنیدم نه الان دارم نات میبینم، پس درست هستش. توی بعدی اومد چی گفت؟ گفتش که بهزاد گفت خب یه سری چیزا مهمه اونا رو باید در نظر بگیری و اینا، ولی خب به نظر من سلامتی خیلی مهمه. امین چی گفت؟ ما کیوردی که برداشتیم این بوده دیگه، health is more important than work for امین. خب اینطوری نیست دیگه. چرا؟ چون امین اون گفت که آره من میدونم که چی میگی، آره یه سری چیزا مهمه، مثلا هلس خیلی مهمه، ولی کار چی؟ پول در آوردن چی؟ اینا. پس داره هلس رو میذاره رتبه پایین‌تر از کار دیگه. حالا من اگر اصلا نتونم معنی کنم باید چی کار بکنم؟ نگاه کن کیوردی که ما گرفتیم اول هلس اومده، اما توی فایلی که ما شنیدیم اول ورک اومد. دیدی چقدر قشنگ این جمله غلط شد؟ خب پس من توی ترتیب کیورد گیری من مهمه اینجا دارم ایز میبینم، بله اونجا هم نات نشیدم، اما ترتیب کیوردایی که من گرفتم با ترتیب کیوردایی که داشت در واقع گوینده میگفت متفاوت بود، پس این میشه فالس. میرم قسمت آخر، میگه بهزاد thinks that money is top of everything. ببین من مانی رو گرفته بودم به عنوان یک کیورد دیگه، ولی من توی فایل شنیداری چی رو شنیدم؟ health is در واقع on top of everything. پس چون من health رو شنیدم ولی دارم مانی رو میبینم باز غلطه. خب اینم غلط، این شد صحیح. دیدی چقدر قشنگ تونستی با کیورد گیری جواب بدی؟ عالی. پس بریم سراغ فایل بعدی. متن شماره 2. دانش آموزان عزیز، در این بخش به مکالمه بین خانم و آقا گوش دهید و سپس گزینه صحیح را انتخاب نمایید. What is your favorite season? Why are you asking? It's winter. I like the snow. I just want to get to know you better. What is your favorite food? That is a hard one. I love pizza. I really like that one too. What is your favorite book?
I think 1984 because it gives you a lot to think about. And your favorite sport? I like swimming and being in the water a lot. What's your favorite time of the day? I have never thought about that, but I guess the morning. Everything is still quiet, and sunrises are beautiful to watch. خب دیدی دیگه چقدر راحت من کیبورد گرفته بودم، اصلا میدونستم باید به چی گوش کنم. همون اولی که داشتم با هم صحبت میکردن که آره فصل مورد علاقت چیه و اینا، اصلا نمیدونم ریاکشن منو دیدی یا نه. بهت گفتم مثلا مهمه، چون من اصلا همچین چیزی نمیبینم که بخوام راجع به سیزن، اصلا من کیبوردی تحت عنوان سیزن نگرفتم دیگه. پس من دنبال اون نمیگردم، دنبال چیزی میگردم که میشنوم. الان فود رو گفت دیگه، من بهت چی گفتم؟ اصلا شما تو متن که فود نمیبینی، ولی گفتم تو گزینه ها تو باید گوشت تیز باشه. الان تو گزینه سی رو ببین، سی فود داری، فود رو شنیدی، اونم شنیدی، پس میفهمی بعد دنبال اینا بگردی. اصلا واضح گفت پیتزا. خب اینم زدیم، میریم سراغ فایل شماره 3. خب قسمت سوم رو الان براتون پلی میکنم و نسبت به اونی که بهتون گفتم، یعنی کلمه قبل از جای خالی به عنوان کیورد شما باید باشه، چون شما بلا فاصله میفهمی که کیوردت چی میتونه باشه دیگه. یعنی اون جای خالی رو متوجه میشی اگر قبل و بعدش رو خوب بشنوی. اگر دیکتت ضعیف فارسی بنویسید. من حالا قطعا خب اوکی دیکتم دیگه، ولی براتون فارسی مینویسم که کاری که شما بعد انجام بدین رو منم همزمان روی امتحان پیاده کنم. بریم فایل رو گوش بدیم. متن شماره 3. دانش آموزان عزیز، به مکالمه بین مشتری و پیشخدمت در رستوران با دقت گوش دهید و جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. Could I have a menu? Yes, here it is. Would you like something to drink? I would like water, please. Are you also ready to order? Yes, I would like the salad, please. Anything else? No, thank you. Enjoy your meal. خب من چیکار کردم؟ من اومدم هر چی که شنیده بودم رو ببین، اگر دقت بکنی از فایل حتی من جا موندم. خب من کلمه ها رو میدونم، ولی ببین اگر وقتی که شما داری میشنوی فارسی بنویسی سرعتت میره بالا. من الان همه اینا رو فارسی نوشتم. کاری که میکنم بار بعدی که مثلا داره پخش میشه توی سالن اون فایله، میام دونه دونه اینا رو روی املاش تمرکز میکنم، ولی اول مینویسم که جا نمونم و بعد میرم سراغ قسمت بعدی. ببین این نکته خیلی طلاییه. توی لیسنینگ سرعتت رو 10 برابر میکنه، استرست رو کم میکنه. و در کنارش بذار من صفحه رو یه لحظه پاک کنم. من اومدم همراه با متن جلو. یعنی چی؟ یعنی هر چی که گوینده میگفت من دنبالش میومدم. این کمک میکنه تو بتونی متن رو تو دست بگیری، از متنت عقب نیفتی. حالا مثلا اینا رو میخوای چک بکنی، واتر رو مینویسی، ردی رو مینویسی، سالد رو مینویسی، الس رو مینویسی و میل. یعنی این هم املای صحیح کلماتی هستش که توی این متن بوده. اما چیزی که وجود داره چیه بچه ها؟ ببینید شما باید، دوباره تکرار میکنم، اون کلمه قبل جای خالی رو به عنوان کیوردتون بگیرید بچه ها. این به شما کمک میکنه که شما ذهنتون آماده باشه بتونید کلمه رو انتخاب بکنید. یه مدل دیگه که خیلی باز شبیه همین مدل هست و با همین تکنیک حل میکنیم و به این ترتیب میتونیم به کل سوالات لیسنینگ پاسخ بدیم. بریم برای این مدل بعد. رفتیم سراغ نمونه سوال 4. دقیقاً این نمونه سوال 3 هستش. باید اون کلمات رو انتخاب بکنیم. جای خالی اگر هرچی هستش کلمه قبلش به عنوان کیورد مهمه، اما مهمه شما همراه با متن جلو برین، متن از دستتون در نره. بریم سراغ سوال 4 براتون پلی میکنم. The most common type of clean energy is the solar power. Solar energy is produced by the radiation that reaches the Earth. People have used the sun as a heat source for thousands of years. Iranians, for instance, use special designs and arrangements of windows, balconies, and yards to get the most sunshine. Different types of materials might also be used in building the houses. This keeps people warm during cold seasons and cool during hot days of the year. اوکی.
این رو هم انتخاب کردم. ببین دیگه همزمان باهاش اومدم جلو کلمه نوشتم. اگر شما سرعت من رو نداری با تمرین و تکرار سرعت در میاد. اگر دیکتت ضعیفه نکتهشو بهت گفتم فارسی مینویسی. حالا دیگه مثلا من 2 تا از کلمه ها رو براتون مینویسم. مثلا power، مثلا radiation، مثلا source. ببین اینا دیگه بستگی به دیکته داره. اینا همه توی کتاب هست. شما بعد فقط کلمه ها رو مدام ازش بنویسی که دیکتت قوی بشه. خب اینم از 4 مدلی که توی امتحان نهایی ممکنه شما ببینید، چه خارج از کتاب چه داخل کتاب، و میتونی به همش پاسخ بدی. بریم بخش آخر یه چند تا نکته بهت بگم. اما رسیدیم به پارت آخر، پارتی که به نظرم از همه پارتایی که تا حالا واسط ضبط کردم مهمتره. ببین پروسه آمادگی برای امتحان نهایی خودش یه بخشه، پروسه‌ای که سر امتحان طی می‌کنی یه بخش بزرگتریه. شما اولین پارتت لیسنینگ. اگر که یاد نگرفته باشی که آرامش خودت رو حفظ کنی و اضطراب و استرس خودت رو مدیریت کنی، هزاران تکنیک طلایی هم چه توی این ویدیو چه ویدیوهای اساتید دیگه ببینی فایده‌ای برات نداره. پس ازت خواهش میکنم که اضطراب و استرس خودت رو کنترل بکن، تکنیکای من رو پیاده کن و بعد بیا برای من بنویس که چقدر بهت کمک کرده، چون مطمئنم توی این مسیر بهت کمک میکنه. در پایان ممنونم که برای این مسیر ویدیوهای من رو انتخاب کردی. تمام تلاش من و تیمم اینه که تو بتونی توی مسیر موفقیت با سرعت جلو بری. در نهایت میدونم که مطمئنی که زبان انگلیسی چقدر توی زندگی میتونه تاثیرگذار باشه روی درآمدت، شخصیتت و آیندت. اگر تو امروز کاری براش نکردی، من و تیمم به صورت حرفه‌ای کنارت هستیم که بتونی این مسیر رو جلو ببری. اگر دوست داشتی که توی کلاس‌های من شرکت کنی، از طریق راه‌های ارتباطی که توی بایو همه کانال‌های من هست میتونی با من ارتباط بگیری و شرایط کلاس‌های من رو بپرسی. امیدوارم بتونم توی این مسیر نقش پررنگی رو برات داشته باشم و ممنونم که من رو نگاه کردی. لایک و کامنت یادت نره، برای دوستاتم بفرست.